سلام، چند وقتی بود که تیگو 8 پرو توسط مدیران خودرو به عنوان پرچمدار این شرکت معرفی شده بود، ولی الان تیگو 8 پرو مکس به عنوان پرچمدار جدید این شرکت معرفی شده. محسن آلتا هستم، میخوایم تیگو 8 پرو مکس رو امروز تست و بررسی بکنیم. چینی که نه 1.5 لیتریه، نه CVT و نه تک دیفرانسیل. تیگو 8 تو سال 2018 تو نمایشگاه خودرو پکن معرفی شد و از سال 2020 تیگو 8 پرو بعدش هم پرو مکس و نسخه دیگه‌اش معرفی شدن. حتی تیگو 8 پرو رو تو بعضی از بازارها بهش تیگو 8 پلاس هم میگن. کلا سعی کرده چری تو بازارهای صادراتی خیلی فعالتر باشه و الان توی مثلا برزیل، ایران، اندونزی و خیلی از کشورهای دیگه داره ماشین عرضه میکنه. تو سال 2022 الان چری بیش از 1 میلیون خودرو فروخته که نزدیک نصفش بازارهای صادراتی بوده و حتی این ماشین توی بازار مکزیک تونسته بهترین خودروی مید SUV مکزیک هم شناخته بشه. تیگو 8 پرو مکس روی پلتفرم تیوانیکس چریه. این پلتفرم رو چری با همکاری جگوار لندروور و کروز ساخته بود و الان ماشین های مثل تیگو 7 پرو هم روی همین پلتفرم پیاده سازی شدن. طراحی این ماشین رو هم تیگو 8 پرو رو چری بهش میگه لایف این موشن 3 و این هم داره از همون امضا تبعیت میکنه. از نظر طراحی تیگو 8 پرو مکس و پرو، حالا من قسمت های مختلفی که برسیم چه از نظر ظاهری چه داخل سعی میکنم تفاوت پرو مکس و پرو رو بهتون بگم. از نظر ظاهری تفاوت های خیلی کوچیکی با هم دارن ولی مهم. مثلا جلوی ماشین رو که ببینین الان اون زیر سپر یک مقداری تفاوت کرده و مهمتر از اون دور جلو پنجره الان یک نوار جدید اضافه شده. چرا این نوار اضافه شده؟ تیگو 8 پرو دقت کنید نوار رو نداره و هم سطح سپر بود، یه مقداری بهش انتقاد شد از نظر طراحی که جلو پنجره یه مقداری نسبت به نمای کلی کوچیک‌تر هست. الان اومده یه قاب اضافه کرده تا از نمای کلی که ماشین رو می‌بینید یه کوچولو جلو پنجره پهن‌تر به نظر بیاد و فیت‌تر بشه به نمای جلوی ماشین. چراغ‌های ماشین فول LED هست و سیستم ولو داره، دقیقاً همون سیستمی که تو ماشین‌های مثل رنو کولیوس و رنو تالیسمن توی بازار ایران داشتیم. از بغل که نگاه بکنین رینگ‌ها رو می‌بینین 18 اینچی هن، هیچ تفاوتی نسبت به تیگو 7 پرو نداره. به نظرم اگه یه کوچولو بزرگتر بود 19 اینچی بود بهتر بود، ولی نمای کناری کاملا همون تیگو 8 پرو هست. یه نکته تو نمای کناری هم بهتون بگم، یه خط از اون جلو اومده تا این بالا و یه خط هم از چراغ عقب اومده تا حالا نزدیکای عقب در عقب ادامه پیدا کرده. این کاراکتر لاین هایی هستش که توی تیگو 8 پرو، توی تیگو 7 پرو و ماشین های جدیدی که داره چری میزنه هست. یعنی شما این خطوط رو ببینید تو همشون یکسانه. نمای عقب رو هم بیایم با هم ببینیم. چراغاش الان یک مقداری متفاوت شده، پشتش مشکی شده، یه مقداری با تیگو 8 پرو متفاوت شده. از نظر من اون طراحی یه مقداری قشنگتر بود، ولی حالا در صورت تیگو 8 پرو مکس اینطوری هست. یه جا داشتم میخوندم که طراحای چری گفتن که این مدل چراغ‌های عقب از معماری‌های قدیم چین و طراحی‌های استخونی الهام گرفته شده. نمیشه این چیزها رو رد کرد یا تایید کرد، صرفاً یه جور خط دیگه، ولی خب بعضا طراحی اسپورت خوبی داره. توی عقب ببینید 390 تی نوشته که تورک 390 نیوتن متر گشتاران رو تولید بکنه و مهمترین قسمت تفاوت تیگو 8 پرو مکس و پرو این پایین دیفیوزر عوض شده. دو طرف دو تا خروجی دوال، یعنی 4 تا اگزوز داریم که واقعا گرمن و دارن کار میکنن خوشبختانه. ولی به نظر من وقتی
این دو طرف دو تا اگزوز به این خوشگلی هستش، باید دیفیوزر خیلی جدی‌تر و خشن‌تر می بود. یه تفاوت دیگه هم اینجا هستش، توی تیگو 8 پرو این وسط لوگو فونیکس بود، الان به سبک ماشین‌های پورشه اومده فونیکس رو با حروف‌های بزرگ و جدا از هم این عقب نوشته. ریموت این ماشین حافظه داره، یعنی میتونید تنظیمات صندلی و آینه ها رو روی ریموت سیو بکنید و حالا اگه با این ریموت وارد ماشین بشین اون تنظیمات براتون انجام میشه. یه نکته دیگه هم داره این ماشین، برای باز و بسته شدن درها دور ماشین یه شعاع 1 متری و یه شعاع حدود 3 تا 3.5 متری دایره بکشین. اگر من بیام تو فاصله 3 تا 3.5 متری آینه ها باز میشن و اگر نزدیکترشم برم تو اون شعاع 1 متری قفل درام باز میشه. وقتی هم در رو باز میکنم یه رکاب از اینجا میاد بیرون. به نظرم جالبه که رکاب میاد بیرون، ولی خب اونقدی فاصله خدا از کف زمین اونقدی واقعا نیست که رکاب لازم باشه، یعنی من الان بدون رکاب هم راحت میتونم سوار پیاده بشم. ولی خب چیز جالبیه، به نظرم مفیدم هستش. و وقتی شما در ماشین میبندین از 1 متری دور بشین خودش در رو قفل میکنه. در صندوق ماشین هم اگر در حدود 80 سانتی ماشین وایسی و بعدش بیان عقب اتوماتیک درش باز میشه. تیگو 8 پرو مکس مثل تیگو 8 پرو 7 نفره است، ردیف سوم هم داره، 2 تا صندلی داره و خروجی تهویه مطبوع هم برای ردیف سوم گذاشتن. یکی از بزرگترین تغییرات تیگو 8 پرو مکس و تیگو 8 پرو موتورشه. موتور تیگو 8 پرو خاطرتون باشه موتور 1.6 لیتری توربو شارژ سر 97 هسته بخاری بود و 290 نیوتن متر، ولی الان موتور 2 لیتری 4 سیلندر توربو شارژ 254 هسته بخاری و 390 نیوتن متر گشت آور که گشت آور خیلی بالاییه. ولی خب الان حساسیتش خب بیشتر شده و خیلی باید حواستون باشه که از بنزین مرغوب با کیفیت استفاده بکنید و همون گیربکس 7 ساعته 2 کلاجه روی ماشین استفاده شده. الان ماشین اول ویل درایو و با این تغییرات حدود 147 کیلوگرم هم نسبت به تیگو 8 پرو ماشین سنگین تر شده، ولی تو ادامه فیلم عملکردش رو تست میکنیم. طراحی داخلی تیگو 8 پرو مکس خب خیلی شبیه تیگو 8 پرو، کاملا همون طراحی مینیمالی که بود، کلاسترهای به هم چسبیده که سری ما رو یاد طراحی مرسدس بنز میندازه. 2 تا صفحه نمایش 12.3 اینچیه و این وسط هم یه صفحه نمایش 8 اینچی لمسی واسه سیستم تهویه مطبوع. یه سیستم تصفیه هوای داخل کابین هم داره با فیلترهای N95 که خب خیلی خوبه و چند تا تغییر کوچیک البته نسبت به تیگو 8 پرو کرده. مثلا این وسط یه دونه کاور بود که میاد بالا، میتونستی موبایلمون رو توش بزنیم ولی اون کاور نیست. یا مثلا توی این دکمه‌های پیانویی اگه اشتباه نگم این دوتا توی تیگو 8 پرو خالی بود، الان کم و زیاد شدن صدای سیستم صوتی اینجا اضافه شده که بهتر شده، راحت تره. دندش برقیه، پس این زیر خالیه و یه جا هستش که موبایلتون رو میتونید به صورت وایرلس شارژ بکنید. دکمه استارت استاپ داره، ترمز پارک برقی، اوتو هولد، آینه الکتروکرومیک، سقف پانورامی 2 تیکه که جلوش باز میشه، گرمکنهای صندلی جلو و این پشت هم حالا چند تم مختلف داره که میتونید ازش استفاده بکنید و سیستم های صوتی سونی که حالا در ادامه هم یکم تستش میکنیم ببینیم چطور هستش. چند تا سیستم دیگه هم داره. یه سیستم داره به نام وایس کامند که میتونیم بهش فرمان بدیم و یه سری کار رو توی ماشین انجام میده. سیستم وایس کامندش رو می‌خوایم تست بکنیم، مثلا میتونیم بهش بگیم که موزیک پلی کنه یا مثلا سانروف رو باز کنه، یه تستش بکنیم. What's up? Open sunroof. Opening the sunroof. سانروف رو باز میکنه. البته اگه خود من باشم ترجیح میدم که با دکمه کلا باز و بستش بکنم، ولی خب حالا چیز جالبیه که میتونیم استفاده بکنیم.
سیستم چالکرش هم اینطوری کار میکنه. الان رادیو روشنه، شیشه ها پایین سانروف هم بازه. وقتی میزنم خودش سانروف رو میبنده، صدای رادیو حالا موزیک رو کم میکنه و شیشه ها رو میده بالا که صدای داخل کابین کم باشه، اگه بچه هستش بتونه راحت بخوابه. داریم با ماشین رانندگی میکنیم. فرمون ماشین خیلی نرمه، ماشین کاملا تحت کنترلتون هستش و صدای داخل کابین هم کم، نفوذ صدا کم هست. از نظر تعلیق و هندلینگ خب باید بگم جلو مکفرسون، عقب مولتی لینک. با این قیمت هم توقع میرفت که همچین ترکیب باشه و تقسیم وزن ماشین هم خوبه، با وجود اینکه اصلا ماشین سبکی نیستش، ولی خب تو جاده های اطراف شهر تهران که تست کردیم اصلا کم فرمانی نداره و خب کاملا ماشین توی کنترلتون هست. البته سیستم کنترلی هم که روی چرخ به کار رفته کمک میکنه که شما تو پیچا کنترل بیشتری رو ماشین داشته باشید. یکی از بزرگترین تغییرهایی که تیگو پرو مکس نسبت به تیگو پرو داشته خب سیستم اول ویل درایو. الان هر چهار چرخ ماشین محرکه و با یه اهرم این وسط میتونید 6 تا حالت رانندگی مختلف رو انتخاب بکنید، مثل کامفورت، حالا یا اکو یا اسنو. ولی خب در اصل به صورت پیش‌فرض داره نیرو رو به چرخ‌های جلو منتقل میکنه و اگه حالا برین توی برف، توی گل و ببینه که دارین لیز میخورین، میاد نیرو رو به چرخ عقب هم منتقل میکنه و ESP هم میره توی مدار تا تلاش کنه و سعی بکنه که ماشین لیز نخوره. ما عملکردش حالا یه مقداری توی جاده برفی تست کردیم و کاملا اوکی بود، ولی خب اینطوری نیست که حالا الان 4 چرخ محرک شده اول ویل درایو بتونین باهاش آفرودهای خیلی سنگین مثل کویر برین، چون اون موضوع خب به چیزهای دیگه هم بستگی داره. الان در صورت این ماشین یک پارچه است، شاسی مستقل نیست، یا مثلا زاویه ورود خروجش 20 درجه و 17 درجه است. برای اینکه مقایسه بکنیم که این عددها یعنی چی، مثلا تویوتا پرادو 120 قدیمی که تو ایران داریم مدل 2005-2006 زاویه ورود خروجش 33 و 28 درجه است. این به این معنیه که اگه شما با تیگو پرو مکس مثلا برین کویر یا آفرود خیلی سنگین برین، احتمالاً سپره جلو عقبتون گیر میکنه که خوب نیست. ولی خب برای آفرودهای سبک، برای خارج از جاده الان هم گشتاور خوبی داره و هم 4 چرخ محرک رو میتونین ازش استفاده بکنید. از نظر امنیت خوشبختانه تو تست CNCAP لااقل شرکت کرده و تونسته 5 ستاره ایمنی رو بگیره. 2 تا کیسه هوا داره برای سرنشینی جلو، پرده‌ای داره تا عقب و زانویی هم برای ردیف جلو داره و هم برای ردیف دوم زانویی داره. و یکی از تفاوت‌های پرو مکس و پرو اینه که برای صندلی‌های جلو سنسور بستنی کمربند تیگو پرو داشت. الان توی تیگو پرو مکس برای ردیف دوم هم سنسور کمربند هست و اینجا هشدار میده کمربندشون نبسته باشن بهشون هشدار بدیم. ولی خب باید بگم که سیستم های کنترلی مختلفی هم داره که حالا من روی تصویر میتونید ببینید که حالا هر کدومش توضیحات مفصلی داره. سیستم ADAS تیگو پرو مکس کامله، یعنی از کروز کنترل تطبیقی گرفته تا سیستمی که ماشین رو بین خطوط نگه داره و یه مقداری فرماندهی بکنه تا ماشین بین 2 خط بمونه، همه رو داره کامل. حالا ما یکیشو میخوایم تست بکنیم با هم. یه سیستمی هست به نام LKA Lane Keep Assist و وقتی ماشین بین 2 خط هست این وسط چپ و راست خودرویی که حالا اینجا به صورت شماتیک هست سبز میشه و سعی میکنه با یک مقداری فرماندهی ماشین رو بین 2 خط نگه داره. سیستم LKA رو میخوایم تست بکنیم. وقتی که سرعت ماشین بالای 60 کیلومتر در ساعته
و میبینین که تابلوخوان هم داره. الان خط رو تشخیص داد، دو طرف اون ماشین سبز شد و من دستم رو ول میکنم که کار اشتباهی هست و باید حتما دستم رو فرمان باشه، ولی میخوایم ببینیم که میبینین داره یه کوچولو فرمون میده که ماشین رو توی لاین نگه داره و داره آلارم میده که باید دستت رو فرمان باشه، ولی خب من میخوام بهتون نشون بدم که داره چطوری کار میکنه. الان یه کوچولو داره میبینین داره فرمون میده که ماشین رو بین دو خط نگه داره و این اتفاق بدیه که تو شهر میفته. میبینین کلی خط و خطوط با هم قاطی شد و اصلا گم کرد که طبیعی هم هست. سیستم صوتی ماشین خب خوبه، 8 تا اسپیکر داره و کاملا صدا رو داره خوب تو کل فضای کابین پخش میکنه. ولی یه نکته هستش، فکر میکنم توی اون ماشین های CBUی که تیگو 8 پرو یا پرو مکس وارد شدن یه مقدار فکر کنم کیفیت صدا بهتر باشه. الان این ماشین به نظر میرسه SKD باشه و یه مقداری داخلی سازی شده باشه. حس میکنم که کیفیت صداش نسبت به اون CBU یه کوچولو کمتره، ولی نمیدونم دقیقاً چه تغییری ایجاد کردن. ولی خب کمانکان همه بلندگو هم برند سونی هست و کیفیت پخشش هم خوبه. مصرف سوخت این ماشین نسبت به تیگو 8 پرو بیشتر شده. الان اوریجش حدوداً 9 لیتر تو هر 100 کیلومتر و باکش حدوداً 50 لیتره. به نظرم جاش بود یه مقداری باک بزرگتر باشه، ولی خب با این حجم موتور این مقدار مصرف نسبتاً منطقیه. از نظر پرفورمنس موتور و گیربکس باید بگم که گیربکس 7 ساعته 2 کلاجش خوبه، داره دنده ها رو خیلی خوب عوض میکنه و البته 2 کلاجه تر خوش نیست که دیگه اون داستان گرم شدن و داغ شدنش تو ترافیک های سنگین رو نداری. لگ توربوش باید بگم واقعا کم شده، یعنی شما به محض اینکه گاز و خلاصه فشار میدین هم عکس العمل موتور میبینین، هم از حدود دور 2000 تا دیگه توربو میاد توی مدار و ماشین واقعا سریع هستش. ولی خب برای اینکه ببینیم در عمل داره چه اتفاقی میفته یه تست شتاب میگیریم و ببینیم که عملکرد موتور گیربکس این ماشین چطوره. در خلال این فیلم ما قسمت‌های مختلفی که داشتیم بررسی می‌کردیم سعی کردیم تفاوت‌های پرو مکس و پرو رو بهتون بگیم، ولی اینجا خیلی خلاصه میخوام بگم که دقیقاً چه تفاوت‌هایی با هم میکنن. تو تیگو 8 پرو مکس موتور 2 لیتری 254 اسب بخاری داریم، ولی تو تیگو 8 پرو موتور 1.6 لیتری 197 اسبی داشتیم. تیگو 8 پرو مکس اول ویل درایو 4 چرخ محرکه، ولی تیگو 8 پرو تک دیفرانسیل جلو هستش و تیگو 8 پرو مکس حدود 147 کیلوگرم الان سنگین تر شده. یه سری تفاوت‌های ظاهری با هم دارن. تیگو 8 پرو مکس و پرو پایین سپر جلو و دور جلو پنجره یه مقداری عوض شده، عقب دیفیوزر و الان 4 تا خروجی اگزوز داره، در صورتی که تیگو 8 پرو 2 تا خروجی اگزوز داشت و دیفیوزرش متفاوت بود. و رو در صندوق عقب هم رو تیگو 8 پرو فقط لوگو فونیکس بود، الان فونیکس رو با حروف جداگونه نوشته شده. چند تا آپشن هم با هم متفاوتن، مثلا ریموتش حافظه داره یا این وسط روی دکمه پیانو یه مقدار ترتیبش متفاوت شده و الان کم و زیاد شدن سیستم صوتی رو از همینجا میتونین انجام بدین. از تفاوت‌های دیگه تیگو 8 پرو مکس و پرو اینه که الان مصرف سوخت تیگو 8 پرو مکس بیشتر شده 9 لیتر به صورت متوسط و خب طبیعیه چون حجم موتورش هم بیشتر شده و الان این ماشین 6 حالت رانندگی داره به خاطر اینکه سیستم اول ویل درایو داره، ولی تو تیگو 8 پرو فقط ما 3 حالت رانندگی داشتیم. سعی کردیم خیلی مختصر و مفید تیگو 8 پرو مکس رو بهتون معرفی بکنیم.
مخاطب این ماشین خانواده‌های جوونی هستن که اهل تکنولوژی ان و خب دنبال ماشین 0 کیلومتر مدرن میگردن. این ماشین توی آفریقای جنوبی هم عرضه شده. یه مقاله از ژورنالیست میخوندم اونجا که داشت این ماشین بررسی میکرد و میگفت که کماکان چری با ماشین‌های رقیب کره‌ایش فاصله داره، ولی اگه به روند رشدش تو سال‌های اخیر ببینید و فروشش رو ببینید، مشخصه که چری میدونه داره چیکار میکنه و سرعت پیشرفتش خیلی خوبه. به نظر میرسه که تیگویت پرومکس حالا کماکان چند نقطه داره که میتونه خودش رو تقویت بکنه، ولی به عنوان خودروی چینی لوکسی که داره توی ایران عرضه میشه برای خانواده‌ای که دنبال ماشین 0 کیلومتر 7 نفرن با امکانات مختلف شهری و البته قدرت خوب، گزینه خیلی خوبی باشه.